عرض درود و خسته نباشید دارم خدمت تمام کسایی که مرازی چینل بیننده هستید. امیدوارم در هر گوشه کنار دنیا که هستید خوش و سر حال و آرام باشید. خب قسمی که همراه ما بودین، ما هم یک آمادگی کوچولو گرفتم برای تولد. یک تولد از کیه؟ ما رو تا آخر بیننده باشید و ببینید که تولد کی را جشن گرفتیم. با ما باشید. برای چند ثانیه حدس بزنید که تولد از کی بشه. نظر شما؟ آیا از خودم است؟ آیا از یگان کسی دیگه هست؟ بگورم شما رو برای کسی که تولد داره. خب بفرمایین بیاین اینجا. تولدت مبارک. تشکر، جور باشین. تشکر از زحمتاشون، زحمت کشتیم، ما رو سپرایز کردین، خیلی سپرایز شدم. دیگه ما من سرکار بودم، دیگه منده زیلا مادم خیلی سپرایز شدم. تشکر از زحمتاشون. عمر دراز و با برکت کنار هم انشالله به خوشی به جان جوری کنار هم زندگی کنیم. آره انشالله جان جوری باشین، هم خوش باشین، جای باشین دیگه. باشه ما سلام کنیم بعد ویدیو بگیریم دیگه. سلام خدا، سلام درود خدمت همه بینندگان نازنین. امیدوارم جور صحتمند باشین. در گوشه کناری هستین همیشه خوش آرام باشین. مثل امروز نیاز داریم در مقدام که سپرایز باشین، سپرایز شوین دیگه. خوش باشین، جور باشین دیگه. ما امروز سرکار بودیم. سرکار آمدیم که خورای من اینجا رو دیزاین کرده و کیک درست کرده و میز آماده کرده و بس ما اون تر باز نره سپرایز کرد. باز وقتی با ویدیو نگرفتیم باز گفتیم باشه آماده شیم. باز ویدیو لباسای همین لباسای محلی، همین لباسای افغانی خودمون رو بپوشیم برای تولد. باز خوش معلوم میشه. یا خوش آمدید به این برنامه از ما. این برنامه از ما خیلی خوبه، خوشه. دیگه شما می‌بینید خوش باشین کنار خانواده. خب در ادامه ویدیو باز همراه باشین دیگه. اینا شما یک آرزو کو بس شما یک آرزو برای همه بینندگان نازنین خود برای از ما در هر گوشه کنار که هستن همیشه خوش آرام باشن. اگر مهاجرن انشالله زودتر وطن ما آرام شه، بخیر برگردن. هر کس در نیم راه ها هست انشالله که در مقصد خود برسه، در کجا که میخوای برسه باره برسه. آرزوی خود بس در دل کنید انشالله در سال دیگه در می روز در اون آرزوی برسیم. تشکر، جور باشین انشالله. شما من آرزوی دارین برسین، جور آرام باشین دیگه. تشکر از زحمتای شما و خواهرای گلی. دای سرت خیلی سپرایز کردیم امروز ما. که خورم میده بیاتیم میده. کوشش ماره ویش مدل که ریزم کنه کچم بازی میدادی اول. بازی ندادم باز دیده نه دیگه کیک خورم میده کردیم. کم کیک بخوریم، کم میوه بخوریم، جای بینندگان خالی. دیگه باز میریم بیرون در قلب سبزه و بیخ درختا باز عکاسی میریم. شما هم خودم که ما بریم به مرسای کن عکاسی میریم از فضای باز دیدن کنید و لذت ببرید. آره. تشکر از همه بینندگان نازنین که همیشه ما رو حمایت میکنن. تشکر از کامنت‌های قشنگشو. تشکر از همه بینندگان همیشگیمه که همیشه همراه ما هستین دیگه. انشالله که همیشه همراه ما باشین، خواهر رو حمایت کنین. یک جهان تشکر از اینکه تا این وقت هستین بودین همراه. تشکر از همگیشون دیگه. خواهر رو همیشه حمایت کنین دیگه. یک جهان تشکر. تا ویدیو تا برنامه دیگه خدایا رو نگهدارشون. بای بای.